من فکر نمی‌کردم تو یوتیوب انقدر پست‌های آموزشی ویو بالا بگیره. به من میگفتن، من باور نمی‌کردم. یه چند تا پست کوتاه ساختم، دیدم ویواش خیلی رفت بالا به نسبت. تصمیم گرفتم که آموزش کامل اسکیت رو اینجا خدمتتون ارائه بدم. حتما پیجمون رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی و قبلی رو ببینید. اول از همه این ویدیو مقدمه هستش. من تو ویدیوهای اول بهتون آموزش اینکه چه اسکیتی بخرید و چه اسکیتی استاندارد هستش رو گفتم. الان نمیخوام دیگه توضیح اسکیت رو بدم. اگر نیاز دارید حتما اون ویدیوهامون رو ببینید. ولی یه چیز کلی که بخوام واسه مقدمه بهتون بگم، اسکیت باید 4 چرخ باشه حتما. روکش اسکیتتون سفت باشه، پلاستیک فشرده سفت، به اصطلاح بهش میگن هارد باشه. این اسکیت هایی که روکش حالت کتونی دارن یا اینکه پا توش میچرخه اصلا مناسب اسکیت سواری یا مخصوصا آموزش اسکیت نیستش. و اینکه حتی الامکان از برندهای معتبر مثل رولر بلید، روسز، پاور اسلاید و حالا یه چند تا برند دیگه که هستش. حالا این سه تا رو گفتم چون بیشتر اسکیت بازا همین سه برند پاشون هستش. حالا باز اگر اسکیتی دارید که فکر میکنید حالا یعنی شک دارید که استاندارد هستش یا نه، من شماره‌مو داخل کپشن براتون مینویسم. میتونید عکس اسکیتتون رو داخل واتساپ برام ارسال کنید، بهتون بگم این اسکیت استاندارد هستش یا نه.